خب بریم سراغ آموزش نحوه فروش توکن های همسترمون. میریم تو مرورگر تونکیپرمون، سایت هایی که براتون توی کپشن گذاشتم رو انتخاب میکنید، حالا یا stone.fi یا دیداس. وارد سایت که میشید کیف پولتون رو از طریق اون منوی بالا گوشه سمت راست کانکت میکنید، کانکت باید تو کلیک میکنید، تایید میکنید و کیف پولتون وصل میشه. حالا اینجا توی تصویر توکنی که من اونجا گذاشتم تونه، پایینش ایکس راکته. ما اینجا اسم همستر رو سرچ میکنیم، چون فعلا لیست نشده الان نمیاره. خب اینجا اسم همستر رو سرچ میکنیم، پایین ارزی که میخوایم بهش تبدیل کنیم، یا تون یا تتر یا اصلا نات کوین یا نمیدونم مای تون، حالا هر چیز دیگه ای. یا به USDT میخواید تبدیل کنید یا به تون کوین میخواید، به هر چی که میخواید تبدیل کنید اینجا انتخاب میکنید. بعد میاد پایین گزینه سواب رو میزنید، میگه که چقدر کارمزدش هست، کارمزدش رو نگاه میکنید، تایید میکنید، یه اثر انگشت یا حالا کشیدن یا رمز زدن داره، کلا اون کارم انجام میدید و تراکنشتون میره تو حالت انجام شدن یا پروسس، در نهایت تایید میشه و تراکنشتون انجام میشه. اگه سوالی بود در خدمت.